بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. الف لام را، این آیات کتاب پرحکمت است. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا برای مردم موجب شگفتی است که به مردی از خودشان وحی کرده ایم که مردم را بیم ده و به کسانی که ایمان آورده اند بشارت ده که برای آنان پاداشی نیکو نزد پروردگارشان است؟ کافران گفتند این مرد قطعاً جادوگری آشکار است. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. بیگمان پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش قرار گرفت. او کار جهان را تدبیر می کند و هیچ شفاعتگری نیست مگر بعد از اجازه او. این الله است پروردگار شما، پس او را پرستش کنید. آیا پند نمیگیرید؟ الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بازگشت همه شما به سوی اوست. وعده الله حق است. اوست که آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به عدالت پاداش دهد و کسانی که کافر شدند به سزای کفرشان شربتی از آب جوشان و عذابی دردناک در پیش خواهند داشت. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. او کسی است که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد و برای آن ماه منازلی مقدر کرد تا شمارش سالها و حساب زندگی خود را بدانید. الله اینها را جز به حق نیافریده است. او نشانه های خود را برای گروهی که می‌دانند به تفصیل بیان می‌کند.
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. بیگمان در آمد و شد شب و روز و آنچه الله در آسمانها و زمین آفریده است برای کسانی که پروا می-کنند نشانه های روشنی است. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. کسانی که به دیدار ما امید و باور ندارند و به زندگانی دنیا خوشنودند و به آن دل بسته اند و همانان که از آیات ما غافلند، اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. اینان به سبب کارهایی که انجام میدادند جایگاهشان آتش دوزخ است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بیگمان کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند پروردگارشان آنان را به پاس ایمانشان به باغهای بهشت پرنعمت هدایت می کند که جویبارها زیر درختان آن جاری است. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعایشان در آنجا این است: الهی تو پاک و منزهی، و درودشان در آنجا سلام است و پایان دعایشان این است که حمد و سپاس مخصوص الله پروردگار جهانیان است. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. و اگر الله برای مردم به همان عجله و شتابی که آنان در کار خیر می طلبند در رساندن بلا نیز به آنها شتاب می نمود، قطعاً اجلشان فرا می رسید. پس کسانی را که به دیدار ما امید ندارند در طغیانشان رها می کنیم تا سرگردان بمانند. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. و چون به انسان زیان و رنجی برسد در هر حال که باشد به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده ما را می‌خواند. پس هنگامی که آن زیان و رنج را از او برطرف کردیم چنان می‌رود که گویی هرگز ما را برای دفع زیان و رنجی که به او رسیده بود نخوانده است. این گونه برای اسرافکاران آنچه که می کردند در نظرشان زینت داده شده است.
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمین. به راستی که ما امتهای پیش از شما را هنگامی که ستم کردند هلاک کردیم، در حالی که پیامبران آنان با دلیل روشن به سویشان آمدند و آنان ایمان نیاوردند. ما گروه مجرمان را این گونه کیفر می دهیم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. سپس بعد از آنان شما را جانشینان آنها در زمین قرار دادیم تا بنگریم که چگونه عمل می کنید. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، کسانی که به ملاقات ما در روز قیامت امید ندارند میگویند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تغییر بده. ای پیامبر بگو من حق ندارم که آن را از پیش خود تغییر دهم و من فقط از چیزی که بر من وحی می شود پیروی می کنم و اگر از پروردگارم نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. بگو اگر الله میخواست نه من آن را بر شما میخواندم و نه الله شما را از آن آگاه میکرد. به راستی که پیش از این قرآن عمری را در میان شما گذرانده‌ام. آیا نمی اندیشید؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. پس کیست ستمکارتر از آن که بر الله دروغ میبندد یا آیات او را تکذیب میکند؟ بیگمان مجرمان رستگار نخواهند شد. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. و غیر از الله چیزهایی را میپرستند که نه به آنان زیانی میرساند و نه سودشان میبخشد و میگویند این بت‌ها شفیعان ما نزد الله هستند. بگو آیا الله را از چیزی که در آسمان‌ها و زمین نمی‌داند آگاه می‌گردانید؟
منزه است او و از آنچه با وی شریک می‌سازند برتر است. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. در آغاز همه مردم امت واحدی بودند، سپس اختلاف کردند و اگر وعده ای از جانب پروردگارت در مورد حسابرسی در قیامت مقرر نگشته بود، قطعاً در همین دنیا در مورد آنچه با هم اختلاف می کنند میانشان داوری می شد. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. و میگویند چرا معجزه‌ای از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است؟ پس بگو علم غیب تنها از آن الله است، پس انتظار بکشید که من نیز با شما از منتظرانم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. و هنگامی که به مردم پس از رنج و زیانی که به آنان رسیده است رحمتی بچشانیم، آنان در آیات ما نیرنگ می کنند. بگو الله در نیرنگ زدن سریعتر است. بی تردید فرستادگان ما آنچه را که نیرنگ می کنید می نویسند. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. او کسی است که شما را در خشکی و دریا به حرکت در می آورد تا آنگاه که در کشتی قرار می گیرید و کشتی ها با بادی ملایم آنان را به سوی مقصد حرکت می دهند و آنان به آن شادمان می شوند. ناگهان طوفان شدیدی می وزد و موج از هر طرف به سوی آنان می آید و گمان می کنند که راه گریزی ندارند و هلاک خواهند شد. پس الله را از روی اخلاص می خوانند که اگر ما را از این گرفتاری نجات دهی قطعاً از سپاسگزاران خواهیم بود. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها
الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. و چون الله آنان را نجات دهد، آنان به ناحق در زمین سرکشی و ستم می کنند. ای مردم، سرکشی و ستم شما تنها به زیان خودتان است. شما بهره زندگی دنیا را می طلبید، سپس بازگشت شما به سوی ما خواهد بود. آنگاه شما را از آن چه انجام می دادید با خبر خواهیم کرد. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. در حقیقت مثل زندگی دنیا همچون آبی است که آن را از آسمان فرو ریختیم، سپس گیاهان گوناگون زمین از آنچه مردم و دامها میخورند با آن درآمیخت تا آنگاه که زمین پیرایه خود را برگرفت و با سبزی آراسته گردید و اهلش پنداشتند که آنان بر آن کار قدرت دارند. ناگهان شبی یا روزی فرمان ویرانی ما آمد و آن را چنان درو کردیم که گویی دیروز وجود نداشته است. نشانه های خود را برای مردمی که اندیشه می کنند این گونه به روشنی بیان می کنیم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. و الله شما را به سرای سلامت فرا می‌خواند و هر که را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. للذین احسنوا الحسنى وزیاده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فیها خالدون. برای کسانی که نیکی کردند پاداش نیک است و افزون بر آن رؤیت باری تعالی است و تیرگی و خاری چهره‌هایشان را نخواهد پوشاند. اینان اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند. والذین كسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کسانی که مرتکب بدیها شدند
بدانند پاداش هر بدی همانند آن است و خاری چهره‌های آنان را می پوشاند و هیچ کس نمی تواند آنان را از عذاب الله نگه دارد. چنان شوند که گویی چهره‌هایشان با پاره‌ای از شب تاریک پوشیده شده است. اینان اهل آتش دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. و به یاد آورید روزی را که همه آنان را گرد می آوریم. آنگاه به کسانی که شرک ورزیده اند می گوییم شما و شریکانتان بر جای خود باشید، پس میان آنها جدایی می افکنیم. و شریکان آنان می گویند در حقیقت شما ما را نمی پرستیدید. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. و گواهی الله میان ما و شما بس است. به راستی ما از عبادت شما بیخبر بودیم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. آنجاست که هر کسی آنچه را از پیش فرستاده است می‌آزماید و همه به سوی الله مالک حقیقیشان بازگردانده می‌شوند و دروغ‌هایی که می‌بافتند همه محو و نابود شد. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. بگو کیست که از آسمان و زمین به شما روزی میبخشد؟ یا کیست که حاکم بر گوشها و دیدگان است؟ و کیست که زنده را از مرده بیرون میآورد و مرده را از زنده خارج میسازد؟ و کیست که کارها را تدبیر می کند؟ خواهند گفت الله. پس بگو آیا پروا نمی کنید؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. و پس از حقیقت جز گمراهی چیست؟ پس چگونه از حق بازگردان نمی شوید؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. این گونه سخن پروردگارت درباره کسانی که نافرمانی و لجاجت کردند به حقیقت پیوست، چرا که آنان ایمان نمی آورند. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. آیا از معبودان شما کسی هست که آفرینش را آغاز کند و سپس آن را برگرداند؟
بگو الله است که آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند. پس به کجا منحرف می شوید؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بگو آیا از معبودان شما کسی هست که به سوی حق رهبری کند؟ بگو الله است که به سوی حق رهبری می کند. پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی یابد مگر آن که هدایتش کنند؟ شما را چه شده است؟ چگونه حکم می کنید؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. و بیشترشان جز از گمان پیروی نمی کنند، ولی گمان به هیچ وجه آدمی را از حقیقت بی نیاز نمی گرداند. آری الله به آنچه می کنند داناست. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. و چنان نیست که این قرآن از جانب غیر الله به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصدیق کتاب‌هایی است که پیش از آن آمده و شرح و توضیح آنهاست و تردیدی در آن نیست و از جانب پروردگار جهانیان است. ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین. آیا آنان میگویند محمد آن را به دروغ به الله نسبت داده است؟ بگو اگر راست میگویید پس یک سوره همانند آن بیاورید و بجز الله هر کرا که میتوانید به یاری بخوانید. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلکه چیزی را دروغ شمردند که به شناخت آن احاطه نیافته‌اند و هنوز واقعیتش برایشان روشن نشده است. کسانی که پیش از آنان بودند نیز همین گونه تکذیب کردند. پس بنگر عاقبت ستمکاران چگونه بود. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. و از آنان کسی هست که به آن ایمان می آورد و از آنان کسی هست که به آن ایمان نمی آورد و پروردگارت از حال تبهکاران آگاه تر است. و این كذبوك فقل لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما
وأنا بريء مما تعملون. و اگر کافران تو را تکذیب کردند پس بگو عمل من برای خودم و عمل شما برای خودتان است. شما از آنچه من میکنم بیزارید و من نیز از آنچه شما میکنید بیزارم. و منهم من یستمعون الیک افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. و برخی از آنها به ظاهر به تو گوش فرا میدهند، اما مگر تو میتوانی ناشنوایان را که از شنیدن کلام حق عاجزند شنوا کنی هرچند تعقل نکنند؟ و منهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. و از ایشان کسانی هستند که به ظاهر به تو مینگرند، اما آیا تو میتوانی نابینایان را هدایت کنی هرچند که اهل بصیرت نباشند؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. یقینا الله به مردم هیچ ستم نمی کند، ولی مردم به خیشتن ستم می کنند. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. و روزی که الله آنان را محشور می کند چنان احساس می کنند که گویی جز ساعتی از روز که یکدیگر را بشناسند در دنیا درنگ نکرده اند. به راستی کسانی که دیدار الله را تکذیب کردند زیان دیدند و هدایت نیافتند. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. و اگر بخشی از آنچه را که از عذاب به ایشان وعده داده ایم به تو نشان دهیم یا جان تو را پیش از آن بگیریم، بدان که بازگشت آنان به سوی ماست. آنگاه الله بر آنچه که انجام میدهند گواه است. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. برای هر امتی پیامبری است، پس هنگامی که پیامبرشان آمد میان آنان به عدالت داوری شود و به آنان ستم نخواهد شد. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و میگویند اگر راست میگویید این وعده عذاب کی خواهد بود؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بگو من برای خود مالک هیچ زیانی و سودی نیستم جز آنچه الله بخواهد. برای هر امتی اجلی است،
آنگاه که اجلشان به سر برسد پس نه ساعتی از آن تأخیر می کنند و نه پیشی می گیرند. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. به کافران بگو به من بگویید اگر عذاب او شبانه یا در روز بر شما نازل گردد چه می کنید؟ گناهکاران چه چیز را از آن عذاب به شتاب می خواهند؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. آیا آنگاه که عذاب رخ داد باورش می کنید؟ آیا اکنون؟ و حالان که آن را به شتاب می خواستید. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. سپس به کسانی که ستم کردند گفته می شود عذاب جاودان را بچشید. آیا جز به آنچه که می کردید کیفر داده می شوید؟ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. و از تو خبر میگیرند آیا آن عذاب حقیقت دارد؟ بگو آری، سوگند به پروردگارم که قطعا حقیقت دارد و شما نمیتوانید الله را از وقوع معاد و عذاب درمانده کنید. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. و هر کسی که ستم کرده است اگر آنچه در زمین است برای او می بود قطعا آن را برای خلاصی و بازخرید خود میداد و چون عذاب را ببینند پشیمانی خود را پنهان می‌دارند و میان آنان به عدالت داوری شود و بر ایشان ستم نرود. الا ان لله ما فی السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا یعلمون. بدانید که در حقیقت آنچه در آسمان ها و زمین است از آن الله است. بدانید که در حقیقت وعده الله حق است ولی بیشتر آنان نمیدانند. هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. اوست که زنده می کند و می میراند و همه به سوی او بازگردانده می شوید. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ای مردم، به راستی برای شما از جانب پروردگارتان موعظه ای آمده است و شفایی برای آنچه در دل هاست و هدایت و رحمتی برای مؤمنان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بگو مؤمنان باید به فضل و رحمت الله شادمان شوند
که این از آن چه میاندوزند بهتر است. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم ام على الله تفترون. بگو به من خبر دهید آنچه از نعمت و روزی که الله برای شما فرود آورده است چرا بخشی از آن را حرام و بخشی را حلال کرده اید؟ بگو آیا الله به شما اجازه این کار را داده یا بر الله دروغ می‌بندید؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. و کسانی که بر الله دروغ می‌بندند درباره روز قیامت چه می‌پندارند؟ بیگمان الله بر همه مردم فضل و بخشش دارد ولی بیشترشان سپاسگزاری نمی‌کنند. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. و ای پیامبر تو مشغول هیچ کاری نیستی و از سوی او هیچ آیه‌ای از قرآن را نمیخوانی و شما ای مردم هیچ کاری نمی کنید مگر اینکه آنگاه که بدان مبادرت می‌ورزید ما شاهد کارهای شما هستیم و هم وزن ذره‌ای در زمین و آسمان از پروردگارت پنهان نیست و حتی کوچکتر یا بزرگتر از آن چیزی نیست مگر اینکه در کتابی روشن ثبت شده است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید همانا دوستان الله نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین میشوند. الذين آمنوا وكانوا يتقون. همان کسانی که ایمان آوردند و پرهیزکاری میکردند. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم. برای آنان در زندگی دنیا و در آخرت بشارت است. سخنان الله تغییر ناپذیر است. این همان کامیابی بزرگ است. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السمیع العلیم. ای پیامبر سخن آنان تو را غمگین نکند. بیگمان تمام عزت و پیروزمندی از آن الله است. او شنوای داناست. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. آگاه باشید هر که و هر چه در آسمان ها و زمین است از آن الله است. پس کسانی که غیر از الله شریکانی را می‌خوانند از چه پیروی می‌کنند؟ اینان جز از شک و گمان پیروی نمی‌کنند و جز دروغ نمی‌گویند. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اوست که شب را برایتان پدید آورد تا در آن بیارامید و روز را چشماندازی روشن گردانید. بی تردید در اینها برای مردمی که میشنوند نشانه هاست. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. مشرکان گفتند الله فرزندی برای خود اختیار کرده است. او منزه است، او بی نیاز است، آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. شما بر این ادعا دلیلی ندارید. آیا چیزی را که نمیدانید به دروغ بر الله میبندید؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بگو بیگمان کسانی که به الله دروغ میبندند رستگار نمیشوند. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. آنان بهره اندک در دنیا دارند، سپس بازگشتشان به سوی ماست. آنگاه به سزای آن که کفر می‌ورزیدند عذابی سخت به آنان میچشانی. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. و داستان نوح را بر آنان بخوان. آنگاه که به قوم خود گفت ای قوم من، اگر ماندن من در میان شما و اندرز دادن من به آیات الله بر شما گران آمده، بدانید که من بر الله توکل کرده ام. پس در توطئه و کارتان با شریکان خود علیه من همدست شوید و در کارتان پرده پوشی نکنید، سپس کار مرا یکسره کنید و مهلتم ندهید. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پس اگر از دعوت حق روی گردان شدید، بدانید که من پاداشی از شما نخواستم، چرا که پاداشم تنها بر الله است و من
دستور یافتم که از اهل تسلیم باشم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. اما او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که در کشتی با او بودند نجات دادیم و آنها را جانشین کافران کردیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم. پس بنگر که سرانجام هشدار یافتگان چگونه بود. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. سپس بعد از او پیامبرانی برای قومهایشان برانگیختیم و برای آنان معجزاتی آوردند، ولی آنان نمیخواستند که به چیزی ایمان بیاورند که از پیش انکار کرده بودند. بدینسان بر دلهای تجاوزکاران مهر می نهیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سپس بعد از ایشان موسی و هارون را با معجزات خیش به سوی فرعون و بزرگان قومش فرستادیم، ولی آنان گردن کشی کردند و قومی گناهکار بودند. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. پس چون حق از نزد ما به سویشان آمد گفتند بیگمان این جادویی آشکار است. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسی گفت آیا وقتی حق به سوی شما آمد میگویید این سحر است؟ آیا این سحر است؟ و حالان که جادوگران رستگار نمیشوند. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فرعونیان گفتند آیا به سوی ما آمده ای تا ما را از شیوه‌ای که پدرانمان را بر آن یافته ایم بازگردانی و عزت و بزرگی در این سرزمین برای شما دو تن باشد؟ ما به شما دو تن ایمان نداریم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر علیم. و فرعون گفت تمام جادوگران ماهر و دانا را نزد من بیاورید. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. پس چون جادوگران آمدند موسی به آنان گفت شما هر چه که از وسایل جادو می توانید بیفکنید
اکنون بر زمین بیفکنید. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. پس چون افکندند موسی گفت آنچه شما آورده اید جادوست، بیگمان الله آن را باطل خواهد کرد. بی تردید الله عمل تبهکاران را اصلاح نمی کند. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. و الله با کلمات خود حق را ثابت و پایدار می کند هرچند که مجرمان کراهت داشته باشند. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. پس هیچ کس به موسی ایمان نیاورد جز گروه اندکی از قوم او، آن هم با ترس فرعون و اطرافیانش که مبادا آنان را بیازارد، و بیشک فرعون در زمین سرکش و جاه طلب بود و به راستی که او از اسرافکاران در کفر و فساد بود. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. و موسی گفت ای قوم من، اگر به الله ایمان آورده اید و اگر اهل تسلیم هستید پس بر او توکل کنید. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. گفتند بر الله توکل کرده ایم، پروردگارا ما را دست خوش فتنه گروه ستمکاران قرار مده. و نجنا برحمتك من القوم الكافرین. و به فضل و رحمتت ما را از شر گروه کافران نجات ده. و اوحینا الى موسى و اخیه ان تبوأ لقومكما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتكم قبلة واقیموا الصلاة وبشر المؤمنین. و به موسی و برادرش هارون وحی کردیم که برای قوم خود خانه‌هایی در سرزمین مصر انتخاب کنید و خانه‌هایتان را عبادتگاه قرار دهید و نماز برپا دارید و ای موسی مؤمنان را به پیروزی و بهشت بشارت بده. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسی گفت پروردگارا تو به فرعون و اطرافیانش زینت و اموالی فراوان در زندگی دنیا داده ای تا بدین وسیله دیگران را از راه تو گمراه کنند. پروردگارا اموالشان را نابود کن و دلهایشان را سخت بگردان، چرا که آنان تا عذاب دردناک را نبینند ایمان نمی آورند.
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله فرمود قطعاً دعای شما دو نفر پذیرفته شد، پس استقامت کنید و از راه کسانی که نمیدانند پیروی نکنید. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. و سرانجام ما بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم. آنگاه فرعون و سپاهیانش از روی ظلم و تجاوز در پی آنان رفتند. پس چون فرعون غرق شدنش را دید گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی به حق نیست مگر کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند و من از تسلیم شدگانم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. به او گفته شد اینک ایمان میآوری و حالان که پیشتر سرپیچی کرده و از تبهکاران بودی. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. آگاه باش که امروز پیکر بیجان تو را از دریا بر بلندای ساحل بیرون میاندازیم تا برای آیندگانت مایه عبرت باشد و چه بسیارند مردمی که از آیات ما غافلند. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. و به راستی ما بنی اسرائیل را در جایگاهی راستین و شایسته جای دادیم و از نعمتهای پاکیزه روزیشان کردیم. پس آنها اختلاف نکردند مگر پس از آنکه علم وحی و تورات برایشان حاصل شد. همانا پروردگار تو روز قیامت درباره آنچه اختلاف می‌کردند میانشان حکم خواهد کرد. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده ایم در تردید هستی، از کسانی که کتاب تورات و انجیل را پیش از تو می‌خواندند بپرس. یقیناً حق از طرف پروردگارت به تو رسیده است، پس هرگز از تردید کنندگان مباش. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. و از کسانی مباش که آیات الله را تکذیب کردند که از زیانکاران خواهی بود. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. بی تردید
کسانی که سخن پروردگارت درباره وعده عذاب آنان تحقق یافته است ایمان نمی آورند. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم هرچند که هر گونه نشانه و پندی برایشان بیاید مگر تا وقتی که عذاب دردناک را ببینند. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هیچ شهری نبود که اهلش ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود بخشد مگر قوم یونس که وقتی در آخرین لحظه ایمان آوردند عذاب رسواگر را در زندگی دنیا از ایشان برطرف نمودیم و آنان را تا چندی از زندگی دنیا برخوردار ساختیم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. و اگر پروردگارت می‌خواست مسلماً تمام کسانی که در زمین هستند ایمان می‌آوردند. آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور کنی که ایمان بیاورند؟ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. و هیچ کس جز به فرمان الله نمیتواند ایمان بیاورد و الله بر کسانی که نمیاندیشند پلیدی را قرار میدهد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بگو بنگرید که نشانه های روشن الله در آسمان ها و زمین چیست، ولی نشانه ها و هشدارها برای گروهی که ایمان نمی آورند سودی نمی بخشد. فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرین. آیا آنها چیزی جز همانند روزهای پیشینیان و عذابها و مجازاتهایشان را انتظار میکشند؟ بگو منتظر باشید که من نیز با شما از منتظرانم. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنین. سپس هنگام نزول عذاب پیامبران خود و کسانی را که به الله ایمان آورده اند نجات می دهیم، زیرا بر عهده ماست که مؤمنان را نجات دهیم. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. بگو ای مردم، اگر در دین من تردید دارید پس بدانید که من کسانی را که به جای الله می پرستید نمی پرستم، بلکه آن الله را می پرستم
که جان شما را می ستاند و فرمان یافتم که از مؤمنان باشم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. و به من امر شده که با گرایش به حق به این دین روی آور و هرگز از مشرکان مباش. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. و به جای الله چیزی را که سود و زیانی به تو نمیرساند مخوان، که اگر چنین کنی در آن صورت قطعاً از ستمکاران مشرک خواهی بود. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم. و اگر الله زیانی به تو برساند جز او هیچ کسان را برطرف نمی کند و اگر اراده خیری برای تو کند هیچ کس نمی تواند مانع فضل و بخشش او گردد. به هر کدام از بندگانش که بخواهد خیر یا شر میرساند و او آمرزنده مهربان است. قل یا ایها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. بگو ای مردم، حق از جانب پروردگارتان برای شما آمده است، پس هر که هدایت یابد به سود خیش هدایت می‌یابد و هر که گمراه گردد به زیان خود گمراه می شود و من بر شما نگهبان نیستم. واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم الله وهو خیر الحاکمین. و از آنچه بر تو وحی می شود پیروی کن و شکیبا باش تا الله میان تو و آنان داوری کند و او بهترین داوران است.